یا هلا والله. سلام دوستان. امروز باشد روبریک ما، روبریک عیش و زندگی در دبی، و در این روبریک 5 فکت ها از استقامت کننده های امارات یا از شهروندان امارات. برای اینکه شما کسی نگوید که یگان منطقه خاص اختیار کردیم، برای من در هم منطقه که در منطقه خودمون، در منطقه که زندگی میکنیم، و این منطقه یکی از منطقه های کهنه ترین است. تقریبا 45-50 ساله هست. و بیاد رفتیم میگذاریم به این فکت ها. یکم فکت در امارات، در کوچه های امارات خیلی میبینید حاضر بیگانی است. ساعت تقریبا 6 شده ایستاده است. در کوچه خیلی میبینید در کوچه ها بچه ها نمیگردند. این یکمین فکت، یعنی بچه ها بکر برآمده در دروازه در تک ماشین افتاده دویده نمیگردند. اگر بازی کردنی شدن هم این ماسک با منطقه های خاص یا با جاهای خاصی عیش و معیشی میرن یا در پارک ها میرن، در اونجا بازی میکنن. این بود یکم. دوم، در خانه های تمام اماراتی غیر از اون که خانه هست، مجلس درآمدگاه با مجلس جدا هست. یعنی مجلس این خانه مهمان خانه در همه خانه ها، حتی از همه آدمی عادی ترین هم حتما در خانهش خیلی که میبینید مجلس هست. مجلس این کامنتی مهمان خانه که از همه کوچکترش تقریبا شاید درازش 20 متر 25 متر باشد، و اونهایی که مثلا با شرایطشون با اونها امکاناتشون میبردارد، در اونها اون مهمانخانه ها مجلس ها شاید با 50 متر و 100 متر درازی رسد. این بود دومین فکتی شهروندان امارات. سومین فکت باشد دوستان، در تمام خانه ها، در همه خانه ها یک چند ماشین ها هست. از همه در با حساب میانو گیم تقریبا در این خانه هم چقدر که میبینه ممکن شاید 10-15 تا ماشین باشد. در با حساب میانه هلا شباب ايش حالكم؟ انت تصور يوتيوب؟ در خانه ها با حساب میانه گیم تقریبا تا 6-7 تا ماشین در همه خانه ها وجود دارد، و خانه هستن که شاید از 10 تا زیاد ماشین داشته باشد، و از همه شاید آدمی عادی‌ترین یک خانه یابد اقلا در اون خانه 3-4 ماشین حتما می شود، که این ماشین ها هم با یکی حتما ماشین های یکان بزرگ مثل لند کروزر و الس و لکسوس 570 یا نیسان پاترول کلام میشد. بعضی 1-2-3 تا از ماشین های بزرگ میشد، و از ماشین های سیدان میشد مثل مرسدس و لکسوس و تویوتا یکان خیلی سیدان ها، و اینچنین یکان ماشین های کهنه ارزان نه که ارزش مثلا 1000-2000 دلار دارد. 1-2 تا از این برای یکان مخصوص منطقه های صنایع رفتن یا به یکان جا برآمدن که انسان ها اهمیت به یکان جای کاری رفته آمدن. فکر میکنم درباره ماشین های نرادنین و ماشین های ملی که در امارات استفاده برده می شود بسیار در اون ویدیو خاص میکنم چه خیلی ماشین ها هست. این بود فکت سوم از زندگی کنندگان یا شهروندان امارات. میگذاریم به چهارمین فکت. این در همه خانه ها کارگر اقلا 3-4 کارگر دارد. یعنی یکی از مثل شوفر یا ماشین میشتگی مردک و یا شوفری که فرزنده و بچه ها رو به مکتب میبرند، این هست حتما. و 1-2 تا زنهایی که مثلا افخاد میپزند، چیز میپزند، حوله رو بوچین میکنن، اینها هستند. و با تولد شدن فرزندان به هر یک فرزند یک تا جدا نیانکه گرفته میشود تا فرزند کمی بزرگ شدنش، تا فرزند مثلا 10 ساله شدنش با آنها جدا نیانکه ها گرفته میشود. و کارگرها هم وابسته از کلانی خانه بسیار کم میشود. حتی مثلا خانه های هست و دیدیم که مثلا در اونجا تا 20 نفر کارگرها هستند. این بود چهارمین فکت. دوستان من
ضبط نکشته با یک من چی میگن با یک سیامکه همه این فاکتور رو در یک منطقه در یک جا گفته ایستادم، چون کسی فکر نکنه که مثلا من از دیگه جا به دیگه جا رفتم و در هر جا این ویدیو را جمع کردم. برای همینم فکت پنجم در همه منطقه ها خیلی که نشون میدم گروسری هست یا بقاله میگن یا چی نمیبینید شاپ های مخصوص که در اینجا چیزهای معده شده فروخته می شود. در تمام منطقه ها حتی دور از شهر باشد خیلی دور باشدم در اینجا این خیلی چیزها فروخته می شود. شاید کسی گوید که با من گوید که این چنین شاپ ها در تمام دولت ها هست، لیکن این شاپ ها بقاله ها از دیگه دولت ها در چی فرق میکنن؟ اینها حتی 20 سال 15 سال 20 سال هم پیش هم بودن. فرقیت این بقاله ها یا شاپ های معدچه یا مغازه های معدچه در آن است که در منطقه همه را میشناسن. اینا یک دویمش این که 15 تا 20 سال هم پیش دستافکه بود، یعنی حتی با شما یک سپیچکا، یک دانه بودرینگ، یک دانه پمیدور یا یگان نمک، یک چیزی کوچک ضرور شود هم اینا یک چند تا ویلیک دارن و پیاده گردم دارن. بچه برده در خانتان اگر لازم باشد زنگ میزنن به خونه میتین میبیان و اگر کسی گوید که مثلا کس نیست یا مردکا در خونه وجود ندارن باید شما گذارید روید، اونها در اونجا میگذارند و میرند. این بود پنجمین فکت. دوستان من به شما وعده داده بودم، من در ویدیو گفتم که امروز درباره 5 فکت های امارات صحبت میکنم، لیکن به شما من الان میخواهم باز یک 2-3 تا دیگه فکت ها از شهروندان امارات نقل کنم گویم، ولیکن با شرط، یعنی مصلحت میکنیم. اول شما لایک میمونه، دیزلایک میمونه، فرق نظرت معقول نشده باشد. بعد یگان در کامنت یگان چیز فرامده گذشته می نویسید، یگان فکر خودتانه. و اگر چنل من به شما معقول باشد که حتما پادپیسات میکنید و با شما در 15 ثانیه بعد از آن من با 3 تا دیگه فکت های زندگی کنندگان امارات یا شهروندان امارات رو به شما نقل میکنم. Вот мы сейчас с пацанами теперь тут в районе просто катаемся, ездим. Чувак, слушай, давай. Окей. تا ششمین فکت در همین منطقه ها خیمچیسته ها یا لاندری میگن وجود دارد در تمام منطقه ها که خیلی که میبینید. در اینجا مثلا لباس ها رو در اینجا چی میکنن؟ میشوند. این نو وابسته از اون که حتی مثلا در همه در خونه خود کارگر دارد، استرال ماشین که حتما دارد در این سفری نمیر یکشان کارگر دارن، زنهایی که خونه و برکه میکنن چیزاشو میشن دارن. نو وابسته از این هم در عادت خیلی هست که در تمام منطقه مثل این لاندری ها هست و در لاندری فقط میتونن خاصتا لباس های بیرونی مثل این سفید کندوره میگن، لباس های بیرونی را همه میتونن در اینجا و در اینجا میشوان، در پاکت میگذارن، در خونه آورده میتونن. در تمام منطقه ها این چیز است که مثلا این یخت لباسشویی، یخت کندوره شسته از ما کردن این نخش 5 درهم است. دوستان عزیز گرامی، خیلی که وعده دادم برای لایک و دیزلایکتون، برای کامنتارتون با 3 تا دیگه میگم. گفتم 6 تا فکت ها، هفتمش این که در کوچه ها زن ها دختر ها تماما نمیشنن، نه بیگاه نه تماما نشتن. اگر اونها برای چغ زدن برامون باشن به یگان مال ها میرن، تگو سنتر یا پارک های مخصوص یا جاهای یگان معیشی مخصوص رفته میشنن یا در قهوه خانه ها. عموما در کوچه در پشت در برآمده شیشتن این چیزها تماما نیست. و هشتمین سیم فکتی که با عدد زیادتی میگم به شما، این در
امارات در تمام گروسری سوپرمارکت حتما که در ترگو سنتر نمیشود و این چیزهای خردتر در تمام رستوران ها، تمام قهوه خانه ها، تمام کافه ها شما وقتی که اومدید نزدش سیگنال میتید، از ما سیگنال میتیم و به شما میبرد یک کارگر. حتما کارگرای دوران که مخصوص نو پوینت میستن یا حتی نباشد دیگه کارگر اونجا که مشغول باشد و اینو حتی همون کاسیر هم میبرد دویده به شما حتی چیزی کوچک باشم در ماشین آورده میتین. این راست چیزی خیلی میگن با اصطلاح ادوبنی هست. الان میبینیم این دیگه گروسری در همین منطقه، برای اینکه در این منطقه یک 7-8 خیلی شاپچه است. زنگ چی میکنیم سیگنال میتیم. الان ببینید میبیاد در اینجا چخلی که میبینید ویلیکام هست در اینجا. باید میفراریم در اینجا ویلیکام دارن برای دستفشیکو و در محله در منطقه. الان دیگه ماشین اومد پشت ما کمتر اون بند است اینجا رفت. اینجا الان پیش ما بیا. ايش حالك؟ تمام زين؟ شو اسمه جيب واحد جوز صغير هذا برتقال. اوكي جيب يلا. از گفتم لازم میبرد پولش در اینجا میتیم و میریم. اینجا نه تنها اینجا باز یک بار دیگه دوست تا کسایی که به دبی اومدن خیلی نقض میدونن به امارات و کسایی که شاید نمونده باشن شاید باورشون نمیاد در تمام کافه ها، در تمام رستوران ها، در تمام جا همون کم هذا 2 درهم. اوكي ثانك يو يلا. چه که دیده یک تا سوک آوردن یک تا جوز دادن رفتن. دوستان عزیز خیلی گرامی، این بود امروزه فکت هایی که به شما میخواستم بگویم و باز هم بر زیادتی چیزی که وعده دادم به شما گفتم 8 فکت ها و البته که این فکت هایی که گفته شدیم این یک کمی یک کوچک است، یک کمی از زندگی امارات هست و اون فکت هایی که نگفته نماند که اون فکت هایی که به شما امروز گفتیم شاید در منطقه در بعض دولت های همسایه هم بعض این چیزهایی که حالت اجتماعی یا بعضی از عرف و عادت هایی که در امارات هست مثلا در بعض همسرحد در بعضی دولت های همسایه نیز شاید باشد، مانند عمان، قطر، کویت، بحرین، مانند این دولت ها. و دوستان عزیز در این روبریکه در آینده روبریک زندگی عیش و زندگی در امارات باز هم بسیار فکت ها از زندگی امارات و بسیار چیزها در باره زندگی عیش در امارات می شود. برای همینم از شما لایک یا دیزلایک معقول نوشته باشد. در کامنت حتما فکر خودتون نویسید که چی فکر داره درباره این اون چیزهایی که الان نقل کردم درباره امارات و با دوستان خود پدیلیت کنید و اگر کانال من به شما معقول بشه حتما سابسکرایب پادپیسات کنید. در اینجا آخری نوار امروزه به شما تنسیتی و خانه آبادی و بردباری در کار و بیزنستان تمنا داریم. تا بازدید دوستان و مع السلام.